سلام، کیمیا هستم. به کانال گلدن بیوتی خیلی خوش اومدید. امروز قراره یک موضوع فوق‌العاده مهم توی آرایشگری رو بهتون یاد بدم. اونم چیزی نیست جز قانون رنگ‌ها توی آرایشگری هستش. اگه دوست داری بدونی چطور میتونی رنگ مناسب برای پوست و مو رو انتخاب کنی، تا پایان ویدیو با من باش. دوستای عزیز، این ویدیو قراره که نکات اصلی و تکنیک هایی رو بهتون یاد بدم که شاید شمایی که مبتدی هستید براتون شیرین و جذاب باشه و دوستانی که خب حرفه‌ای هستن و در حیطه میکاپ و رنگ و لایت در حال فعالیت هستن براشون تازگی نداشته باشه. اما یک نکته خیلی مهم قراره توی همین آموزش رنگ ها به شما بدم که متفاوت تر از تمام ویدیوهای آموزشی که تا الان دیدید خواهد بود. پس یک ورق و مداد همراه خودتون باشه تا بتونید نوت برداری کنید. خب کسایی که در لاین رنگ کار میکنن و یا میکاپ کار میکنن میدونن که ابزار اصلیشون در واقع تنها اون قلم و کاسه رنگ یا شوت میکاپ نیستش، بلکه اون مواد رنگی هستش که استفاده میکنه تا تغییرات لازم رو برای پوست و موی در واقع کلاینتش استفاده کنه. حالا موضوع اصلی ما در مورد قانون رنگ ها هستش که در آرایشگری کاربرد خیلی زیادی داره. اگه قرار باشه که نکات اصلی رو بهتون بگم، بهتر اینه که بدونید ما چه رنگ هایی رو داریم و چه قوانینی هست که اگر در لاین میکاپ و در لاین رنگ ازش استفاده کنیم چقدر به ما کمک میکنه که موفق‌تر و حرفه‌ای‌تر باشیم. در مورد قانون رنگ ها ما رنگ های اصلی رو داریم، رنگ های فرعی و رنگ های مکمل. حالا این قانون، سه تا قانون اصلی، ما قانون‌های دیگه‌ای هم داریم که خیلی مهمه که اگه اونها رو بتونیم اجرا کنیم با توجه به سلیقه فرد، با توجه به در واقع تکنیک‌های روز دنیا و سلیقه شما که در واقع اون مهارت و خلاقیت شما هست، میتونید یه کار خیلی حرفه‌ای بزنید. قانون رنگ‌های سرد و گرم، قانون رنگ‌های در واقع خنثی، قانون رنگ‌های شب و روز، همینطور کنتراست رنگ‌ها هستش که موضوع فوق‌العاده مهم در قانون رنگ‌ها هستش که اگر قرار باشه کنتراست رنگ‌ها رو بدونید متوجه میشید که تا الان هر چقدر که آموزش در لاین میکاپ دیدید و در لاین رنگ و لایت دیدید، این قانون هنوز به شما آموزش داده نشده و اگر براتون تازگی داره ممنون میشم که من رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و حتما نظرات و پیشنهاداتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. خب بچه‌ها، قانون اول رنگ های اصلی هستش، از 3 رنگ آبی، زرد و قرمز. این 3 تا رنگ های خالصی هستن که از ترکیب رنگ های دیگه به دست نمیان و شما باید این رنگ ها رو در واقع با این مشخصات بشناسید. اینکه هر رنگی رو دیدید بگید این زرده، این آبیه، این قرمزه، این شکلی نیستش. پس رنگ خالص آبی به این رنگ خالص زرد به این شکل و رنگ خالص قرمز به این شکل. شما میتونید توی محیط یا توی ابزاراتون شناسایی کنید و خیلی مهمه که بتونید این 3 رنگ اصلی رو با این کیفیت، با این شفافیت در واقع شناسایی کنید تا بتونید زمانی که میخواید این 3 رنگ اصلی رو با هم ترکیب کنید خلوص رنگ داشته باشید. خب پس 3 رنگ اصلی قرمز، آبی، زرد. از ترکیب این 3 رنگ ما رنگ‌های فرعی به دست میاد. برای مثال از ترکیب رنگ زرد و آبی رنگ سبز به وجود میاد. از ترکیب رنگ قرمز و زرد نارنجی و از ترکیب رنگ آبی و قرمز بنفش به وجود میاد. خب
این سه رنگ فرعی نیز اگر سه رنگ اصلی ما به میزان مساوی ترکیب بشه، ما رنگ‌های فرعیمون هم سه تا رنگ هستن که در واقع باید خلوص رنگ داشته باشن، با میزان مساوی باید ترکیب بشن تا بتونیم این سه رنگ فرعی رو داشته باشیم. میرسیم موضوع مهم بعدی ما، رنگ‌های مکمل هستند. رنگ‌های مکمل به چه رنگ‌هایی گفته میشه؟ رنگ‌هایی هستند که رنگ مقابل خودش در واقع خنثی میکنه، خنثی کننده رنگ مقابل خودش هستش. برای مثال خنثی کننده رنگ قرمز رنگ سبز هستش، خنثی کننده رنگ زرد بنفش هستش و خنثی کننده رنگ آبی نارنجی هستش. چرا ما باید در مورد خنثی کننده رنگ ها بدونیم؟ گاهن در حین کار با مسائل و یک سری تکنیک هایی که در واقع روبرو میشیم و میخوایم اون تکنیک رو پیاده کنیم، متوجه میشیم که باید از رنگ خنثی کنندهش استفاده کنیم. برای مثال برای میکاپ زمانی که شما از تکنیک سایه‌ای که استفاده کردی اون تکنیک رنگ سبز رو داره، برای اینکه شدت رنگ سبز رو یا در واقع رنگ سبز رو کنترل کنیم، خنثی کنیم، از رنگ رژ گونه و یا رنگ رژ لبی استفاده می‌کنیم که توناژ قرمزی داشته باشه. و اگر در لاین رنگ هستید، اگر موهای مشتریتون سبز شده، شما میتونید در ترکیب رنگ موتون از رنگ‌های قرمز استفاده کنید تا سبزی مو رو خنثی کنید. می‌بینید استفاده از یک تکنیک ساده که اگر کاربردی بشه چه مهارتی رو میتونه به شما بده. پس استفاده از این سه گام اصلی، شناسایی رنگ‌های اصلی، رنگ‌های فرعی و رنگ‌های مکمل، چقدر میتونه به شما در کار و حرفتون کمک کنه. در ادامه رنگ‌های خنثی هستند، رنگ‌هایی که از ترکیب رنگ‌های دیگه به وجود میاد، مثل رنگ سفید و سیاه، رنگ خاکستری، رنگ توسی، رنگ بژ. این رنگ‌ها رنگ‌هایی هستند که شدید و شفاف نیستند. در واقع شدت رنگ‌های خنثی کمتر هستند و ما در ترکیب رنگ‌هامون گاهن از رنگ‌های خنثی استفاده می‌کنیم که در مباحث بعد کنتراست رنگ‌ها رو داریم که اونجا بیشتر با رنگ‌های خنثی آشنا میشید. در مورد رنگ‌های گرم و سرد نکات خیلی مهمی هستش که اگر بدونید شما رو یک میکاپ کار و یک رنگکار حرفه‌ای میکنه. خب رنگ‌های سرد چه رنگ‌هایی هستند؟ رنگ‌هایی که در ترکیبات اونها رنگ‌های آبی هستند. پس رنگ‌های آبی رنگ‌های سرد هستند. حالا چه رنگ‌هایی با رنگ آبی ترکیب میشن؟ مثل رنگ سبز که از ترکیب رنگ زرد و آبی تشکیل شده. رنگ بنفش که از ترکیب رنگ قرمز و رنگ آبی تشکیل شده. رنگ‌های گرم چه رنگ‌هایی هستند؟ رنگ‌هایی هستند که در ترکیبات اونها رنگ‌های قرمز کاربرد داره، مثل خود قرمز که خودش یه رنگ گرم هستش، یا رنگ نارنجی که از ترکیب رنگ زرد و قرمز تشکیل شده. دیگه چه رنگ‌هایی جزو رنگ‌های گرم هستن؟ رنگ زرد. خود رنگ زرد رنگ گرمی هست. تصور کنید خورشید، شدت رنگ گرم و در واقع خورشید رو اگه در نظر بگیرید، رنگ زرد هم به همین صورت هستش، پس یک رنگ گرم هستش. رنگ بنفش اون هم از ترکیب رنگ قرمز و آبی تشکیل شده، پس میتونه یک رنگ گرم باشه. نکته اینجاست بچه‌ها، چرا رنگ آبی و رنگ قرمز که در رنگ بنفش وجود داره هم سرد هست هم رنگ گرمی هستش؟ نکتهش همینجاست بچه‌ها. اگر میزان رنگ آبی ما
زیاد باشه، در واقع بنفش ما که به توناژ رنگ بادمجونی میرسه میشه یک رنگ سرد. اما اگر رنگ قرمز ما در رنگ بنفش بیشتر باشه، پس شدت رنگ قرمز بیشتره، پس رنگ ما گرمتر میشه. مثل چه رنگ هایی؟ مثل رنگ شرابی. پس این دو رنگ به ما کمک میکنه که کجاها میتونیم از رنگ سرد استفاده کنیم و کجاها میتونیم از رنگ گرم استفاده کنیم. دوستای عزیزم، یک نکته خیلی مهم در مورد قانون رنگ‌ها، روانشناسی رنگ‌ها هستش که در ویدیوهای بعدی حتما در مورد روانشناسی رنگ‌ها باهاتون صحبت میکنم تا اطلاعاتی که در این زمینه کسب میکنید بتونه در مهارت و تکنیک‌هایی که یاد گرفتید به شما کمک کنه تا کیفیت کار و در واقع در اجرای کار بتونید خیلی حرفه‌ای عمل کنید. خب بریم ببینیم امروز توی این ویدیو چی آموزش دیدیم. قانون رنگ‌ها، رنگ‌های اصلی، رنگ‌های فرعی، رنگ‌های مکمل، رنگ‌های خنثی و رنگ‌های سرد و گرم. خب دوستای عزیزم، در ویدیو بعدی قرار در مورد کنتراست رنگ‌ها براتون بگم. اگه دوست دارید که این ویدیو رو ببینید حتما کانال گلدن بیوتی رو سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره و اینکه توی کامنت ها برام بنویسین که توی ویدیوهای بعدی چه محتوایی رو براتون آموزش بدم تا بتونه برای شما کاربردی باشه. به امید دیدار. بدرود.